своих экранах вы видите машинный зал Рагунской ГЭС, подземное здание этой станции, где вот уже президент Таджикистана встречает строителей. Президент Джумҳурии Тоҷикистон агрегати дуюми нерӯҳои барқии обии Роғун барои истифодабарӣ ва пайваст шудан ба системаи ягонаи энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр аст. Директори мудирияти истифодабарии иншоотҳои нерӯгоҳ Шарифзода Нурулло. مراسمی عکسی خاطره‌ای است و طوری در نوار می‌بینیم شماره زیادی مهندسان و کارمندان تکنیکی اینجا همراه پیشروی معظم ملت قرار دارند و برایشان البته باعث افتخار و سرفرازی است. آمادگی با مراسمی مورد استفاده قرار دادن نیروگاهی دومی اگریگات دومی نیروگاه برقی آبی روغن آمادگی میگیرند و بعد چند لحظه ما مشاهده خواهیم کرد که در دلار ماشین ها در شفت اگریگات یکم اگریگات دوم نیز مورد استفاده قرار داده می شود. الحال پیشوای معظم ملت با ساختمانچیان صحبت دارند و آنها را به آینده این ساختمان برای وسعت کارهای ساختمانی هدایت و دستور میدن. Ladies and gentlemen, dear viewers, after a few minutes, the leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, will launch the second unit of hydropower plant of Roghun. Roghun will be the pride of every citizen of our country now and in the future. It will be the source of patriotism and dedication as well as warm feelings and honor of the Tajik nation. واقعا تالاری خیلی زیبا اینجا نیز روحیه ایدانه احساس می شود. قلب نیروگاه برق آبی راغون است و تالاری ماشین ها در اینجا موقع خیلی مهم دارد. از همینجا تولید نیروی برق جریان میگیرد. حجم عمومی کارهای بتون خوابانی در تالار ماشین ها با نظر داشت خبرهای جبنده به 48714 متر رسیده است. سپر سینه‌ای پر از محبتش کیستان کند ظفر در نبرد دشمنان ملتش آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو سیته زد و به جان اهریمن آن که صبح و شام کشیدن از مصاف خواند و قصیده و ترانه وطن کیست سر سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی کی سر سپرده وطن
منو تویم آن که دوست دارد این چمن منو تویم کیستان با غرور با روحی شکست ناپذیری خود دشمنی خیانت از فدایی بر دیاری بی نظیر خود آن که بازداری نامی ملت است ره سپاری راهی بر دوامی ملت است آن که صادقانه خدمت وطن میکند برای او به نرخ جان و تن کی سر سپرده ای وطن منو تویم آن که دوست دارد این چمن منو تویم کی سر سپرده ای وطن منو تویم آن که دوست دارد این چمن منو تویم بسم الله الرحمن الرحیم. اینک فرا رسید آن لحظه های بسیار فراموش ناپذیر و تاریخی 9 سپتامبر سال 2019 و با پخشی تگمه رمزی از جانب پیشوای معظم ملت و فعالیت اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی راغون آغاز بخشیده شد. و این لحظه واقعا با شادی و فرح و نشاط لحظه روی اگریگات راست گذاشتن تنگه فلزی از جانب سرمعماری وحدت و سازندگی پیشوای معظم ملت که این لحظه روی نوار می آید و مشاهده میکنیم. این البته افاده عالی کفالت صفت استواری گردش منتظم اگریگات تازه بنیاد است که 10 تن وزن دارد و این تکنولوژی معاصر و مقتدر از جانب متخصصان ورزیده تاجیک نصب گردیده است. اینک لحظه دیر انتظار و فراموش ناپذیر آینده سازی ملت سازنده و بنیادکار و متین اراده تاجیک باز درک از پاداش زحمت های شبانه روزی و بیدارخوابی های پیشوای معظم ملت می‌دهد. این است همبستگی، این است وحدت ملی، اتحاد قوی اطراف پرچم آبادکاری های سرور خیرت پیشه و دوراندیش. این است خلق دانا و توانا و مشکل ناپسند که پیر و برنایش با دستگیری از دعوت های پیشوای رهنما در بنیاد این کاخ نور و منبع پیشرفت استوار سهم گذاشته ایستادند. تنها کشور به هدف میرسد که سیاست حکومتش تنها برای تهیه احوالی